هفت‌خوان رستم تا توی ضرب المثل‌های ما هم اومده. هر کس که میخواد کار خیلی سختی انجام بده میگن از هفت‌خوان رستم گذشته. اما ماجرای این هفت‌خوان داستان عجیبیه. داستانی پر از رفت و برگشت، پر از نامه، پر از جنگ و درگیری، پر از جادو و امروز قراره بریم سراغ این بخش از شاهنامه. با من همراه باشید. سلام، من مرزیم و به قصه گو خوش اومدید. توی قصه گو من و شادی و امین سر میزنیم به دنیای قصه ها، به داستان هایی که سالها از گفته شدنشون گذشته و ممکنه که کمتر به گوش ما بخورن. هر بار میریم سراغ یک داستان و از اول تا آخرش رو براتون روایت میکنیم. شادی هم از اون داستان نقاشی های قشنگ میکشه. پس اگر این اولین ویدیو از ماست که میبینید حتما ما رو سابسکرایب کنید و با زدن اون زنگوله کنارش از ویدیوهامون باخبر بشید. بیشتر از این توضیح نمیدم و میخوام یک بار دیگه برم سراغ شاهنامه. ما قبلا هم سری زدیم به شاهنامه. اگر ویدیوهای قبلی رو ندیدید میتونید سراغ اونها هم برید. این بار قراره بریم سراغ هفت‌خوان رستم. تاکید روی رستم به خاطر اینه که ما توی شاهنامه یک هفت‌خوان دیگه هم داریم به اسم هفت‌خوان اسفندیار که اگر فرصت پیدا کنیم سراغ اون هم میریم. اما مهمترین هفت‌خوان مال رستمه. پس داستان رو شروع میکنم، اما داستان از جایی قبلتر از ماجرای رستم شروع میشه. از جایی که کیقباد پادشاه ایران میمیره و پسرش کیکاووس به تخت سلطنت میشینه. قبل از اینکه داستان رو شروع کنم بگم که کیکاووس برخلاف کیخسرو، کیقباد و پادشاه‌های دیگه شاهنامه چندان آدم محبوبی نیست و کارهای عجیب و غریب ازش سر میزنه. از قضا تو این داستان هم با یکی از کارهای عجیب و غریب دیگش روبرو میشیم. درخت برومند چون شد بلند، گر ایدون که آید برو برگزند، شود برگ پژمرده و بیخ سست، سرش سوی پستی گراید درست. یک نکته رو بگم، قرار این اشعار رو بخونم. من اعراب گذاری ها او رو شاید متفاوت از چیزی که امروزه به گوشمون میرسه تلفظ کنم. دلیلش هم اینه که من شاهنامه رو از نسخه دکتر خالقی مطلق میخونم و اونجا اعراب گذاری ها به شکل کهنه و متفاوت از چیزی که ما امروز تلفظ میکنیم. چون از جایگه بگسلد پای خیش، به شاخ نوآیین دهد جای خیش. داره توضیح میده که کیقباد رفته کنار و آیین نوی کاووس روی کار اومده. مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهاری به کردار روشن چراغ. اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی میاغاز ویک. میگه که اگر فرزندی روی کار میاد و داره شاخ نوی رو میاره، آیین جدیدی رو میاره و این آیین جدید چندان خوب نیست، تو با اون بیخ و بن نباید خیلی کار داشته باشی. اینجا میرسیم به یکی از مشهورترین ابیات شاهنامه که به یک شکل دیگه‌ای توی زبان ما جا افتاده. گرو بفگند فر و نام پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. میگه که اگر اون کسی که روی کار میاد فرزند یک پدریه و راه و روش پدرش رو نمیره و راه و روش دیگری انتخاب میکنه، تو بهش بگو بیگانه، نگو پسر. پسر هم هنوز توی برخی از نقاط ایران به همین شکل تلفظ میشه. یکم فردوسی برامون توضیح میده راجع به آیین پدر و پسر و ما میدونیم که کیقباد دورش تموم شده، از دنیا رفته، پسرش کیکاووس روی کار اومده. کاووس اومده، یک جشنی برپاست در ایران، همه پهلوان ها هستن، پهلوان های بزرگ، موسیقی و می و همه این چیزها هم به راهه و یک نفری از مازندران که محل زندگی دیو هاست میاد در دربار کاووس و میگه که اجازه بده که من یک سازی بزنم، یک موسیقی بزنم. شروع میکنه ساز زدن و شروع میکنه تعریف کردن از مازندران که بسیار سرسبزه، همیشه بهار، رودها جاریه، همه جا گل سوسن و سنبل در اومده و توضیح میده در مورد سرزمین مازندران. قبل از این که داستان رو ادامه بدم، اینجا یک چیزی رو میخوام بگم خارج از شاهنامه. ما امروزه یک مازندران میشناسیم که در گذشته به اون منطقه طبرستان میگفتن.
اطلاق کردن، گفتن اسم مازندران به جایی که ما امروز مازندران میشناسیمش 2 قرن بعد از فردوسی شروع میشه و اصلا فردوسی جایی رو که داره مازندران خطاب میکنه چیزی نیست که ما امروزه میدونیم. و یکم تحقیق کردم، دیدم که 2 تا روایت در موردش وجود داره. مثلا یک متونی مثل تاریخ طبری مصر رو مازندران میدونستن، میگفتن که به اون منطقه مازندران گفته میشه، و برخی متون دیگه حالا بر اساس آب و هوایی که از مازندران توصیف میشه و اشاره هایی که به اون منطقه شده میگن سمت کشمیر و لاهور و اون مناطق مازندران بوده. پس ما اصلا در مورد طبرستان اون زمان که امروزه مازندران خطاب میشه کاری نداریم. اون منطقه شمالی ایران اونجا اصلا هیچ ربطی نداره به این داستان و مازندران که داره ازش صحبت میشه جای بسیار دورتری بوده و نکتهش اینه که در زمان کاووس هم هنوز در اختیار ایران نبوده و ایران بر اون نظارتی نداشته. به خاطر همین وقتی که این آقایی که وارد دربار کاووس شده داره توضیح میده در مورد مازندران، یه ذره کاووس قلقلک میشه، میگه که پادشاهی من که بزرگتر از پادشاهی جمشید و ضحاک و کیقوباد و پادشاههای قبلی خودمه. چطوره که من تا حالا نرفتم سراغ مازندران؟ نه، من تصمیم گرفتم که برم مازندران رو بگیرم. این رو در نظر داشته باشید که در کل روایت بر این بوده که در اونجا دیوها حاکم بودن، دیوها در قدرت بودن، دیوها در ارتباط با پادشاه بودن و از سرزمین دفاع می‌کردن. یک نکته دیگه رو هم اینجا باید بگم. کلاً باورهای قدیمی ما خیلی روی دیو تاکید داره و یکی از دلایل تاریخیش اینه که وقتی که اقوام وارد ایران شدن، اقوام آریایی وارد ایران شدن، مردمانی ساکن فلات ایران بودن که اینها خدایان دیگری رو میپرستیدن، کاری با خدایان این مردمان آریایی نداشتن و اونها اومدن خدایان این مردم رو دیو خطاب کردن و اونها رو دیو پرست خوندن. این دلیلش اینه که اون مردم خیلی شناختی از خدایان پیشین این منطقه نداشتن و به خاطر همین به اونها دیو میگفتن. حالا ما داریم توی شاهنامه از سرزمینی حرف میزنیم که بسیار از ایران دوره و اونها با دیوها در ارتباطن. شاید نظر من اینه که روایت‌های به این شکل به این دلیله که اونها آیین و دین دیگری داشتن و مردم ایران آیین و دین دیگری. وگرنه خب اونها دارن زندگیشون رو میکنن. چطوره که اگر این دیوها بدن خبیثن با مردم خیلی ارتباط مسالمت آمیز دارن، کاری به مردم مازندران ندارن، با شاه مازندران در ارتباط دوستانن. این یک نکته‌ایه که من بهش رسیدم. حالا میایم جلوتر. کاووس میگه که آقا من میخوام برم مازندران رو بگیرم، اگه اینجا خیلی سرسبزه و حالا دیوها برش حاکمن، میرم دیوها رو از اونجا پاک میکنم و اون رو اضافه میکنم به سرزمین ایران، باجگذار سرزمین ایران میکنم. خب این حرف خیلی برای پهلوانها خوش نمیاد، اگرچه وقتی این حرف رو به پهلوانهایی مثل گودرز و طوس و نوذر و اونهایی که در دربار کاووس بودن میزنه، اونها به ظاهر بهش میگن که ما فرمان بردار توییم و تو شاهی، هرچی که تو بگی. اما وقتی میرن توی خلوت خیلی از این موضوع ناراحتن. میگن که حتی جمشید که دیوها و حیوانات و همه چیز در اختیارش بودن نرفت سمت مازندران. چرا کاووس همچین طمعی میکنه؟ چرا میخواد بره اون سمت؟ با هم صحبت میکنن و در نهایت طوس که اون زمان پهلوان بزرگی بوده، خیلی هم حرفش برو بوده، به بقیه میگه که ببین ما فقط یک راه داریم، باید نامه بنویسیم به زال اون موقع در زابلستان بوده، در سیستان بوده، بهش بگیم که اگر آب دستت بذار زمین و بیا. حالا این آب دستت بذار زمین بیا در شاهنامه یه شکل دیگه ای اومده. مرین بند را چاره اکنون یکیست، بسازیم و این رنج دشخوار نیست. هیونی تکاور بر زال سام، بباید فرستاد و دادن پیام. که گر سر به گلداری اکنون مشوی، یکی تیز کن مغز و بنمای روی. در گذشته سر رو با گل سرشور می شستن. هم در ایران، هم در مصر، هم در کشورهای دیگه رواج داشته. یک نوع گلی بوده که موها رو برای تمیز کردن با اون می شستن. اینجا طوس میگه که تنها راه ما اینه که یک پیک تیزروی بفرستیم به سمت زابلستان و به زال بگیم که ببین اگه به سرت گل مالیدی نشور، سوار اسب شو، راه بیفت، بیا اینجا همون آب دستت بذار زمین.
راه بیفت بیا اینجا که یک صحبتی بکنی با این کاووس. این کاووس جوونه، داره ایران رو به کشتن میده. یک نامه‌ای مینویسن و توی این نامه به زال میگن که ببین تو پسرت کیقوباد رو نگه داشتید، پادشاهی ایران رو نگه داشتید و اگه همین الانه راه نیفتی بیای اینجا، هیچ چیز از ایران و ایرانی باقی نمیمونه، چون این هوس کرده که بره به جنگ مازندران. خب نامه میرسه به دست زال. زال نامه رو میخونه و میفهمه که نه، این خیلی جدیه. به اطرافیانش میگه که من باید برم ایران، هر چه زودتر باید با کاووس صحبت بکنم قبل از اینکه دردسری درست بکنه. سوار اسب میشه، به تاخت میاد به سمت ایران. حالا این رو توضیح بدم. کاملا در شاهنامه اشاره میشه که زال میاد به ایران زمین. یعنی این رو باید در نظر بگیریم که حکومت در ایران تقریباً در جایی که شاهنامه داره روایت میشه به شکل ملوک و توایفی اداره میشه، چون ما میدونیم که زال حاکم اون منطقه سیستانه و ایران جاییه که کاووس داره درش زندگی میکنه، اما در نهایت زال در خدمت کاووسه. حالا این حرکت میکنه میاد به سمت جایی که بهش ایران میگن برای اینکه بره کاووس رو ببینه. خبر میرسه به کاووس که زال اومده، خیلی ازش استقبال میکنه، یک جایی کنار خودش به اون میده، میگه که بیا چی شده که تو با این سرعت اومدی اینجا؟ میگه که به من خبر رسیده که تو قصد داری بری به سمت مازندران و من میدونم که آدمها همواره پند شنوی آدمهای بزرگتر از خودشونن. این رو هم بگم که قبلا زال وقتی میرسه و پهلوانها رو میبینه به اونها میگه که هر جوانی که بر تخت شاهی میشینه یا یک منصبی داره عموماً به حرف افراد مسن‌تر از خودش گوش میده و کاووس هم گوش میده. اینجا هم از اون حرف استفاده میکنه، میگه که من میدونم که تو پند بزرگتر از خودت رو میشنوی، پیش از تو کسی به مازندران نرفته و تو هم نرو، راضی نشو که سپاه ایران رو ببری به سرزمینی که نتیجهش ریختن خون پهلوانهای ایرانه. اگر برای حکومت تو این همه خون ریخته بشه خوشایند نیست. اما خب کاووس میگه که تو به پادشاهی من نگاه کن، پادشاهی من بزرگتر و امن‌تر از پادشاهی پیش از خودمه، کیقوباد و جمشید و پادشاههای دیگه، و من میخوام برم مازندران رو بگیرم. مثلا چه معنی داره که تا الان کسی سراغ مازندران نرفته؟ من میرم مازندران رو میگیرم. این زمانی هم که من دارم میرم حکومت در اختیار تو و امنیت حکومت در اختیار تو و پسرت رستم. حواستون باشه به این سرزمین، به خاطر اینکه من میخوام برم اونجا و کوتاه هم نمیاد. وقتی که زال میاد بیرون از دربار کاووس به بقیه پهلوان ها میگه که ما راهی نداریم، این قفل کرده رو این قضیه که من برم مازندران رو بگیرم و من میدونم که خطرناکه، من میدونم که احتمالاً دردسرهای بعدی داره، اما خب همراهش برید به این امید که بتونید پیروز بشید. در این جنگ رستم و زال هیچ کدوم همراه کاووس قرار نیست برن، قرار داخل ایران بمونن و امنیت ایران رو تا حدی تامین بکنن. این نکته رو هم بگم که کاووس داره سپاهش رو جمع میکنه، قرار ایران رو بسپره به یکی از پهلوانها به اسم میلاد و بره. این پهلوانی که اسمش میلاده اگر به گوشتون آشناست، دلیلش اینه که در داستان بیژن و منیژه اگر نشنیدید برید بشنوید، گرگین پسر میلاده، همون پهلوانی که همراه بیژن میره. قراره که حکومت رو بسپره دست میلاد و راه بیفته به سمت مازندران که این کار رو هم انجام میده. حکومت رو کاووس سپرد دست میلاد، راه افتاد به سمت مازندران با لشکری که پر از پهلوان‌ها بودن، پر از سربازان کارآزموده بودن و میرسه به سرزمین مازندران. اینجا یکی از اون جاهای عجیب غریب برای من در شاهنامه است، که از اون اتفاقاتیه که وقتی شما دوری از شاهنامه و متن اصلی رو نخوندی فکر نمی‌کنی اصلاً وجود داشته باشه. کاووس همراه سپاهش میرسه به مازندران و دستور میده که بکشید و غارت کنید. کمر بست و رفت از در شاه گیو، ز لشکر گزین کرد گردان نیو. گیو که یکی از فرمانده های لشکر کاووس بوده میره و سپاه رو آماده میکنه. بشد تا در شهر مازندران، ببارید شمشیر و گرز گران. بشد هم در گذشته معنی رفتنه، یعنی میره به در شهر مازندران، میرسه به دروازه شهر مازندران میرسه و با شمشیر و گرز آمادن. زن و کودک و مرد با دستوار، نیافت از سر تیغ او زینهار. یعنی سپاه ایران که میرسه به مازندران، مرد و زن و
کودک رو سالم نمیذاره و همه رو از تیغ میگذرونن و مازندران رو غارت میکنن. همی سوخت و غارت همی کرد شهر، بپالود بر جای تریاک زهر. تریاک در گذشته پادزهر انواع زهرها بوده. طبق باوری که داشتن تریاک یا تریاق میگه که وقتی میرسن همه جا رو میسوزونن و غارت میکنن. خبر میرسه به شاه مازندران که یک همچین اتفاقی افتاده. یک دیوی در دربارش بوده که رابطه این بوده با دیو سپید. سلطان دیوها، پادشاه دیوها در سرزمین مازندران دیو سپید بوده. یک دیوی در اختیار و در دربار پادشاه مازندران بوده به نام سنجه. این پادشاه مازندران به سنجه میگه که ببین دیدی که چه غارتی اتفاق افتاد، چطور دارن مردمان رو میکشن، برو به دیو سپید بگو که اگر کمک نکنه، اگر سپاه نفرسته، چیزی از مازندران و مردمش باقی نمیمونه. که سپاه ایران رسیدن به اینجا. سنجه راه میفته میره به دربار دیو سپید، به دیو سپید خبر میده. اون هم میگه کاووس اومده، من میدونم باهاش چی کار بکنم. لشکر دیوها رو میفرسته سراغ لشکر ایران و جنگ بین اینها شروع میشه. اما خیلی هم طول نمیکشه، به خاطر اینکه دقیقاً طبق چیزی که زال فکر میکرده و پهلوانها فکر میکردن، اینها حریف لشکر دیوها نبودن. همون ابتدای کار دیو سپید و اون نیروهاش در حقیقت کاووس را اسیر میکنن، کورش میکنن، در جایی زندانیش میکنن و سپاه ایران رو علقم میکنن و اسیرشون میکنن. دیو سپید یک دیو دیگری رو به نام ارزنگ همراه با سپاه میفرسته به دربار پادشاه مازندران. میگه که کار سپاه اینا تموم شد، اما اجالتا این سپاه و دیو همینجا باشه برای خطرهای بعدی. کاووس که اسیر شده میتونه از یک طریقی نامه بنویسه و به زال خبر بده که چه اتفاقی براش افتاده. خب دیگه الان پشیمونی برای کاووس فایده‌ای نداره. خودش، سپاه ایران و همه پهلوان‌های ایران رو که با خودش برده توی مازندران اسیر کرده. از اون طرف خودش رو هم دیوها نابینا کردن و دستش به هیچ جایی بند نیست. نامه می نویسه و نامه میرسه به زال. زال تهمتن یا رستم رو خبر میکنه و بهش میگه که چه اتفاقی افتاده. میگه هر طور شده راه بیفت، برو به سمت مازندران، کاووس رو آزاد بکن، تا جایی که میتونی دیوها رو بکش و برگرد. خب اینجا رستم براش سوال پیش میاد. میگه که کاووس خیلی قبلتر از این حرفها راه افتاده و رفته. من چطور میتونم قبل از اینکه آسیب جدی به سپاه ایران برسه راه بیفتم، برم خودم رو برسونم و کاووس رو آزاد بکنم؟ زال خب خیلی هم خردمنده. بهش میگه که برای رسیدن به مازندران دو راه وجود داره. یکی راه امن و طولانی که کاووس رفت و دیگری راه پرخطر و کوتاهی که من بهت میگم از این راه برو. هیچ کس از این راه نمیره، هر کس هم که رفته برنگشته. اما تو به خدا توکل بکن، تو به یزدان دعا کن و وارد این راه بشو. خب رستم هم چاره‌ای نداره دیگه، آماده میشه، زال رو در آغوش میگیره. زال براش آرزوی موفقیت میکنه. رودابه میاد، مادرش گریه میکنه. رودابه همون رو در آغوش میگیره و راه میفته به مسیری که قراره در اون 7 خان رو پشت سر بذاره. به تاخت با رخش میرسه به یک دشتی گرسنه است. راه 2 روزه رو 1 روزه اومده، احتیاج داره که شکار بکنه و استراحت بکنه. توی دشت متوجه یک گور میشه، دنبال این گور میکنه. یک توضیحی بدم، گور ایرانی با اون چیزی که توی ذهن ما از گور خره متفاوته. اون چیزی که ما تو ذهنمونه یک موجود راه سفید و سیاه، اما گور ایرانی خاکی رنگه و ما بارها در شاهنامه میبینیم که اصلا غذای رستم دیگه توی دشت شکار میکنه. گویا اون موقع خیلی زیاد بوده اما الان از گونه‌های در حال انقراضه. خلاصه که توی دشت این گور رو میبینه، میزنه پشت رخش، دنبالش میره، این رو شکار میکنه و بعد میاد که اون رو بخوره. توصیف غذا درست کردنش هم با مزه است. یکی رخش را تیز بنمود ران، تگ گور شد با تگ او گران. کمند و تگ رخش و رستم سوار، نیاید از او دام و دد زینهار. کمند کیانی بینداخت شیر، به حلق اندر آورد گور دلیر. ز پیکان تیر آتشی برفروخت، برو خار و خاشاک چندی بسوخت. بران آتش تیز بریانش کرد، از آن پس که بی پوست و بی جانش کرد. توضیح میده، میگه که میزنه پشت رخش راه میفته، میره دنبال این گور رو شکار میکنه، میاره پوستشو میکنه با نوک پیکانش. اگر
تیرها رو دیده باشی، تیر چوبیه، تهش مثلا پره و جلوش فلزیه برای اینکه بشکافه و فرو بره. اینجا فردوسی داره توضیح میده که چجوری آتیش روشن کرد و میگه با نوک پیکان آتیش روشن کرد. احتمالاً این چون فلزه، در سایش با وسیله دیگه‌ای، با در سایش با سنگ یا فلز دیگه‌ای جرقه میزنه، آتیش درست کرده. کم خار و خاشاک گذاشته روی این آتیش بزرگ درست کرده، این گور رو کامل بریان میکنه و رستم توی یک وعده غذاییش یک گور ایرانی رو کامل میخوره. شما ببینید چه هیبتی داره. میاد جلوتر دیگه، اونجا غذاش رو خورده و آماده میشه که استراحت کنه و شب رو اونجا بخوابه. خان اول داره شروع میشه، آماده میشه میخوابه. این دهنه رخش رو هم باز میکنه که اون هم یه استراحتی بکنه، یه غذایی بخوره و میخوابه. شب که تاریک میشه، شیر بزرگی میاد به اون دشت. این شیر محل زندگیشون دشت بوده. وقتی میرسه میبینه که یک آدم گنده اینجا خوابیده و باز جالبم هست به خاطر اینکه این موجودات توی شاهنامه صحبت میکنن، فکر میکنن، یعنی یه ادراک و شعوری دارن، صرفاً یک حیوانی نیستن که بیان. نخست اسب را گفت باید شکست، چو خواهم سوارم خدایت به دست. این شیر با خودش میگه که اگه من میخوام این سوار رو بکشم، این مرد گنده‌ای که اینجا خوابیده رو بکشم، اول باید بزنم اسبش رو بکشم، برای اینکه این نباید وسیله فرار یا وسیله‌ای داشته باشه که بتونه به من حمله بکنه. میاد سمت رخش و میخواد به رخش حمله کنه، اما نمیدونه که این اسب معمولی نیست، که تنها اسبی در جهانه که میتونه بار رستم رو به دوش بکشه. یک درگیری بین اینها اتفاق میفته و رخش بدون اینکه رستم رو بیدار بکنه یک گازی میگیره از پشت گردن این شیر، با هم درگیر میشن و رخش شیر رو میکشه. رستم بیدار میشه، میبینه که یک شیر بزرگی اینجا کشته شده. رخش هم خونی و اینا، معلومه که اینو کشته، ولی به جایی که از رخش تشکر کنه از دستش عصبانی میشه. میگه که برای چی این کارو کردی؟ اگه این شیر میزد تو رو میکشت، من چی کار میکردم؟ باید پیاده میرفتم سمت مازندران. دیگه این کارا نکن. اگه منو بیدار کنی دیگه احتیاجی نیست خودت با شیر درگیر بشی. خب یکم میگذره، خورشید در میاد، رستم راه میفته با رخش. برای اینکه برسن به مازندران راه میفتن. مسیرشون یک بیابون بی آب و علفه و اینجا خان دوم داره پیش میاد. یک بیابونیه که بسیار گرمه، هیچ چشمه‌ای وجود نداره، هیچ سایه‌ای وجود نداره، آفتاب شدیده، زبون رستم چاک چاک شده، رخش به لهله افتاده، هیچی دیگه وجود نداره. رستم از شدت تشنگی میفته رو زمین و با خدای خودش میگه تو کمکم بکن، من هیچ راه نجاتی از این بیابون بی آب و علف ندارم. اما در همین زمان متوجه میشه که یک میشی، یک بز کوهی ماده‌ای داره از اونجا رد میشه. چند ثانیه رستم با خودش فکر میکنه که اگر اینجا هیچ آب و علفی نباشه تا مسافت طولانی، این بز کوهی نباید اینجا باشه. پس این یک نشون است. به هر ضرب و ضربی که هست بلند میشه، رخش رو میگیره، دنبال این بز کوهی میره و میرسه به یک جایی که یک آب روان و زلالی وجود داره. آب میخوره، تن خودش و تن رخش رو میشوره و خان دوم رو هم پشت سر میذاره. همون جایی که رسیده بودن آماده بودن که استراحت بکنن، دیگه براشون امکان وجود نداشته که مسیر طولانی تری رو برن. اینجا رستم یه تذکری به رخش میده، میگه ببین اگه دفعه بعدی اتفاقی برای تو افتاد، یه چیزی اومد سمتت، تو رو خدا منو بیدار کن، خودت با این درگیر نشو. تهمتن به رخش سراینده گفت که با کس مکوش و مشو نیز جفت. اگر دشمن آید سوی من بپوی، تو با دیو و شیران مشو جنگجوی. بخفت و برآسود و نگشاد لب، چمان و چران رخش تا نیمه شب. میگه که این حرفا رو که میزنه، رخش هم میگه باشه دیگه. رخش هم یه استراحتی میکنه. دمدمای نیمه شب خان سوم شروع میشه. یک اژدهایی از دل تاریکی مطلق شب توی اون دشت میاد بیرون. رخش هوشیارتر بوده، زودتر از رستم متوجه این اژدها میشه. بلند میشه، میبینه که خیلی موجود ترسناکیه، دهانش زهرآلوده و آتیش داره. میاد نزدیک رستم رو بیدار میکنه، پا میکوبه و رستم رو بیدار میکنه. اما به محض اینکه رستم چشم باز میکنه، اژدها توی تاریکی شب پنهان میشه. رستم پا میشه، یکم اینور اونور رو نگاه میکنه، میبینه که خبری نیست. میگه بر چی منو بیدار کردی؟ بذار من بخوابم، فردا میخوایم راه طولانی بریم. دوباره میخوابه. خوابش که میبره، دوباره اژدها از دل تاریکی در میاد. این بار خب رخش هم در جریان بوده که رستم گفته منو بیدار کن دیگه، خودت درگیر نشو. دوباره میاد کنار
رستم شروع میکنه پاکوبیدن، صدا کردن. این دوباره که رستم بیدار میشه اژدها میره تو تاریکی. این بار که رستم بیدار میشه عصبانی میشه، کم تند مزاج بوده، خیلی اعصاب نداشته. برمیگرده به رخش میگه که ببین اصلا دردت چیه، چرا داری این کارو میکنی؟ یه بار دیگه منو بیدار بکنی میزنم میکشمت، پیادم راه میافتم سمت مازندران، خودم و تو رو هم راحت میکنم. بعد دوباره میگیره میخوابه. بار سوم اژدها میاد، یک دم آتشینی داشته، آتیش از دهنش در میومده، میاد اونجا میپیچه و این بار دیگه رخش میترسیده، میگه اگه اینو بیدار کنم این قایم شه میزنه منو میکشه، اگه بیدارش نکنم این اژدهاست دیگه، شیر نیست که، پسش بر نمیام این میزنه منو میکشه، چیکار کنم چیکار نکنم. دوباره رستم رو بیدار میکنه، اما این بار به لطف خدا دشت روشن میشه و رستم میتونه اژدها رو ببینه. این بار دیگه نمیتونه خودش رو پنهان بکنه. درگیری بین اینا شروع میشه. اول از همه رستم از این اژدها میپرسه که تو کی هستی، اینجا چی کار میکنی، برای چی اومدی اینجا، نام و نشونت چیه؟ خود رستم هم تا حدی خودش رو معرفی میکنه. توی درگیری ها و جنگ ها این رجز خوندن بین آدم ها خیلی زیاده. حالا ما جلوتر توی جنگ های بعدی هم بهش میرسیم. رستم هم یکم از بر و بازوی خودش میگه و اینا درگیر میشن. رخش میبینه که این اژدها خیلی بزرگه و ممکنه خیلی خطرناک باشه. از پشت حمله میکنه و کتف این اژدها رو گاز میگیره. این گاز گرفتن کمک میکنه به این که رستم بتونه با اون خنجری که داشته سر این اژدها رو جدا بکنه و خون و زهره که زمین دشت رو میگیره. بعد از این اتفاق هم رستم میره توی اون آب چشمه‌ای که اونجا بوده، سر و تن خودش و رخش رو دوباره میشوره و از اون خون و زهر پاک میکنه و خوان سوم هم تموم میشه. بعد از این که دیگه استراحتشونو کردن راه میفتن توی دشت، با رخش پیش میرفتن و میرسن به یک جایی میبینن که خوش آب و هواست، یه سفره رنگینی هم پهنه، قشنگ می و یه بره بریونی و غذا و همه چی هم اینجا هست و ساز و اینا هم اطراف سفره هست و خب رستم هم خسته بوده، میرسه شروع میکنه غذا خوردن، ساز رود رو بر میداره و شروع میکنه به ساز زدن و آواز خوندن. این بر من خیلی جالب بود، به خاطر اینکه من جای دیگه‌ای ندیدم که رستم از خودش به این شکل حرف بزنه، جدا از رجز خوندن هایی که توی میدون نبرد داره و از زندگی خودش بگه. این ساز رو بر میداره و شروع میکنه آواز خوندن. تهمتن مران را به بر گرفت، بزد رود و آنگه رهندر گرفت. رود اسم یک سازیه که آواره و بد نشان رستم است، که از روز شادیش بهره کم است. همه جای جنگ است میدان اوی، بیابان و کوه است بستان اوی. همه رزم با شیر و با اژدها، ز دیو و بیابان نیابد رها. می و جام و بویا گل و میگسار، نکرده است بخشش ورا کردگار. همیشه به جنگ نهنگ اندر است، وگر با پلنگان به جنگ اندر است. این صدای آواز که بلند میشه از خودش داشته میگفته دیگه که من چقدر زندگیم سخته، همش دارم میجنگم، فرصت ندارم تو گل و بستان بشینم استراحت بکنم، همش دارم با نهنگ و اژدها و شیر و ببر و پلنگ میجنگم و زندگیم خلاصه خیلی زندگی نیست که روال باشه. این حرفا رو که میزده صدای آوازش میپیچه توی اون دشت و یک جادوگری که اونجا بوده این صداها رو میشنوه. این جادوگره خیلی هم زیبا و جوون نبوده، اما وقتی میاد و از دور میبینه که رستم اونجا نشسته خودش رو تبدیل میکنه به یک خانم خیلی زیبا. میاد نزدیک رستم، کنار رستم میشینه. رستم یه نگاهی میکنه، میگه به به چه جمالی، چه سری، چه پایی. میگه بیا بشین اینجا با هم دیگه می بخوریم. یک جام می میریزه، تعارف میکنه به این خانم زیبا که کنارش نشسته، میگه بیا با نام خدا این رو بخور. و خب اون جادوگر تحمل شنیدن نام خدا رو نداشته. بعد از گرفتن اون جام یهو تغییر میکنه، تبدیل میشه به یک موجود زشت. این صحنه رو که میبینه رستم تازه میفهمه که اینجا جایگاه جادو و جادوگر. بلند میشه، کمن میندازه، این رو میگیره، بهش میگه تو کی هستی، باهاش درگیر میشه و با خنجر جادوگر رو به 2 نیم تقسیم میکنه و خوان 4 رو هم پشت سر میذاره. بعد از اینکه خوان 4 رو پشت سر میذاره با رخش راه میفته، میاد و سرزمین‌های عجیبی رو میبینه. سرزمین‌هایی که همیشه تاریک بودن، روشنایی روز بهشون راه نداشته، سرزمین‌هایی که خیلی روشن بودن، پر از آب‌های روان بودن. رستم مجبور بوده تو این آب‌ها حرکت کنه، لباسش خیس میشه. بالاخره که میرسه به یک دشت سرسبز بزرگی، به یک مرغزار، این لباساشو در میاره، اون پوست ببر بیان که تنش بوده رو در میاره، خشک میکنه، آماده میشه که استراحت بکنه.
دراز که میکشه خوابش میبره، برخش هم همون اطراف داره میچره، غذا میخوره. ولی رستم خبر نداره که این دشت متعلق به یک بنده خداییه. اصلا زمین خدا نیست، زمین یک کسیه. و الان تو اسبتو فرستادی اونجا داره چرا میکنه. اینجا یکی از عجیب ترین جاهای شاهنامه است. این آقاه که صاحب اون زمین بوده میاد نزدیک رستم، میبینه که یه مرد گنده اینجا خوابیده و اسبش هم داره ول میچرخه و از زمینهای این تغذیه میکنه. خیلی عصبانی میشه. رستم خوابه و میدونیم که رستم خیلی اعصاب نداره و در این لحظه نتیجه میگیریم که بدخواب بشه بیشتر اعصاب نداره. با اون چوبش میره یه 2 تا سیخونک میزنه به پای رستم و نتیجه اخلاقی اینه که هرگز به رستم سیخونک نزنید، به خاطر اینکه وقتی بیدار میشه خیلی ترسناکه. و رستم سیخونک خورده از خواب بیدار میشه، 2 تا گوش این بنده خدا رو میگیره، میکنه، میذاره کف دستش و دوباره میگیره میخوابه. مثلا انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، یه بدبختی اومده اونجا. چرا؟ میکنه میذاره کف دستش. اون سرزمین یک پهلوانی داشته که اگر کسی میخواسته دادخواهی بکنه، میخواسته از کسی حقش رو بگیره، میرفته پیش این پهلوان به اسم اولاد. میره پیش اولاد و میگه که آره این نگاه کن چی کار با من کرد، در حالی که گریه میکرده، گوشاش هم کف دستش بوده. میره پیش اولاد میگه که ببینیم با این گوشای من چی کار کردین، اومده توی زمین من، اسبش داره میچره، زندگی منو خراب کردم که گوشامو کند، من دیگه چی کار بکنم بدون گوش. اولاد که اینو میبینه میگه نگران نباش، من میرم میدونم با این چی کار بکنم. ولی خب اولاد نمیدونسته اون کسی که توی زمین خوابیده رستمه. که میاد اونجا و نگاه میکنه و یه صدایی میکنه، رستم بلند میشه، اینا روبروی هم قرار میگیرن، یکم برای همدیگه رجز میخونن و خلاصه که جنگ بینشون شروع میشه. رستم یک کمندی داشته، یک کمند 60 خم. اگر دیده باشید این طناب هایی که پهلوان ها و قهرمان ها میبندن، حلقه میکنن، حالا یا رو دوششون میذارن یا عموما میبندن به زین اسبشون، مال رستم انقدر بلند بوده که 60 تا حلقه میشده. این رو باز میکنه و توی اون درگیری میندازه و اولاد رو اسیر میکنه. اولاد که خیلی پهلوان بزرگی بوده اسیر رستم میشه و رستم بهش میگه که ببین به نفعته که به من بگی که جایگاه دیوها کجاست، کجا زندگی میکنن، کاووس رو کجا نگه میدارن و اگه با من همکاری بکنی، دشمنی نکنی، دروغ نگی، بعد از پایان این جنگ من کاری میکنم که حکومت مازندران در اختیار تو باشه. اولاد میگه که من خیلی مشکلی ندارم که بهت بگم، خیلی هم وفاداری به شاه مازندران و دیوهایی که تو این سرزمینن ندارم، اما یک نکته رو بهت بگم، تو حریف پادشاه مازندران و دیوها نمیشی. جدا از دیو سپید که خودش جادو بلده، بسیار دیو قدرتمندیه، اون یه سری دیو دیگه هم داره، مثل سنجه، مثل ارزنگ دیو که اینها خیلی قدرتمندن، سپاه سالارهای دیو سپیدن. پادشاه مازندران 600,000 سرباز داره، 1200 فیل داره، خیلی قدرتمنده، بهتره نری اون سمت. رستم میگه که تو اصلا کارت نباشه، اونها با منه دیگه، تو فقط به من آدرس بده. خب توی این نشونی دادنها اولاد میگه که باید از کجا رد بشی، باید از بین کوه ها رد بشی، 12,000 دیو اونجا حضور دارن، بعد از بین این 12,000 دیو رد بشی تا برسی به جایی که کاووس رو اونجا اسیر کردن و تو بتونی کاووس رو پیدا بکنی. خب رستم میگه باشه. خانه پنجم رو هم که گرفتن اولاد بوده پشت سر گذاشتم، اولاد رو با خودش میبره، به خاطر اینکه میدونه این سرزمین رو میشناسه. اون رو با خودش میبره و راه میفته به سمت سرزمینی که اون بهش نشونی داده. میان میرسن نزدیک جایی که در حقیقت خیمگاه دیو هاست، اونجا استراحت میکنن. این همون سپاهیه که دیو سپید فرستاده که مراقب سرزمین مازندران باشه. میان میرسن اونجا و رستم اولاد رو میبنده به یک درختی، میگه تو اینجا منتظر باش تا من برم سراغ اینها و خان ششم شروع میشه. یکی مغفر خسروی بر سرش، خیالوده ببر بیان در برش. میگه یک کلاهی گذاشته روی سرش و یک لباسی از پوست ببر که عرق آلوده شده به خاطر خیلی زیاد اسب سواری کردن هم تنش. اینا رو داره راجبه رستم میگه. به در زنگ سالار بنهاد روی، چون آمد بر لشکر نامجوی. میگه میاد سمت لشکر ارزنگ دیو، اگر جای دیگه ارژنگ هم دیدید اومده، مسئله ای نداره.
یکی نعره زد در میان گروه، تو گفتی بدرید دریا و کوه. برون آمد از خیمه ارزنگ دیو، چون آمد به گوشش خروش و غریو. میگه که وقتی که رستم میرسه دم خیمه، دم چادر ارزنگ دیو، شروع میکنه نعره زدن، انگار که دریا شکافته. از صدای این ارزنگ میاد بیرون ببینه کیه، چیه این حرفا رو میگه. اصلا رستم بهش مهلت نمیده. چو رستم بدیدش برانگیخت اسب، بدو تاخت مانند آذرگشسپ. آذرگشسپ اسم یک آتشکده بسیار مشهوره، اما به معنی جرقه های آتش هم هست و اینجا همون معنی رو میده. میگه وقتی که میاد بیرون اصلا رستم امون نمیده، مثل این جرقه هایی که از آتش میپره بیرون حمله میکنه سمت ارزنگ دیو، خنجرش رو در میاره، سرش رو میبره و سرش رو میگیره بالا. وقتی که دیوهای دیگه این صحنه رو میبینن خیلی عصبانی میشن، یعنی کیه که زده رئیس لشکر ما، صاحب لشکر ما رو کشته، بهش حمله میکنن و اینا رو تار و مار میکنه. رستم میاد میرسه به جایی که کاووس رو بستن، نزدیک میشه. چون نزدیک کاووس شد پیلتن، همه نامداران شدند انجمن. همه پهلوان‌هایی که اسیر این دیوها بودن میان نزدیک رستم، ازش دلجویی میکنن که چی شد، چجوری اومدی، کجا اومدی، این دیوا چی شدن، و رستم میگه که چه اتفاقی افتاده. رستم متوجه میشه که کاووس چشمهاش نابینا شده و کاووس بهش میگه که پزشکان درمان نابینایی اون رو خون جگر دیو سپید تشخیص دادن و گفتن که اگر 3 قطره از خون جگر دیو سپید به چشمهای کاووس ریخته بشه، اون دوباره بیناییش رو به دست میاره. خب الان با کشتن ارزنگ دیو و اون لشکر دیوها، رستم خان 6 رو هم پشت سر گذاشته و نزدیک خان آخری. به کاووس میگه که جایگاه دیو سپید کجاست. میگه که باید بری سمت کوه‌ها. میرسی به یک کوه، یک غاری درشه، این غار بسیار تاریکه و داخل اون دیو سپید زندگی میکنه. خب اینجا دوباره رستم راه میفته، اولاد رو هم دوباره باز میکنه، با خودش میبره، میرسه به جایی که دیوها، میبینه که این دیوها پرن، تعداد زیادی ان، توی دشتن. به اولاد میگه که من چیکار کنم این همه دیو اینجان. اولاد بهش میگه که ببین صبر کن، دیوها توی روز استراحت میکنن، اینا خیلی نور خورشید رو دوست ندارن و هول و هوش ظهر میخوابن، تو ظهر به اینها حمله بکن. دوباره رستم صبر میکنه. روز بعدش اولاد رو میبنده به یک درختی، سر ظهر راه میفته میره و شروع میکنه این دیوها رو کشتن، سر بریدن، همه اینها رو میکشه تا میرسه به دروازه غاری که دیو سپید درش بوده. میبینه که یک جای تاریکیه که انتهاش معلوم نیست و یک موجود سفید ترسناکی توی این غار زندگی میکنه. رستم وقت رو تلف نمیکنه، وارد غار میشه، شروع میکنه خنجر زدن یکی به پای دیو و درگیری بین اینها شروع میشه. این درگیری انقدر شدید بوده که رستم و دیو سپید هر دو فقط آرزو میکردن که نجات پیدا بکنه. به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من، زنده‌ام جاودان. این رستم با خودش میگه که اگر تو این جنگ من با دیو سپید من زنده بمونم، دیگه هیچی نمیتونه منو بکشه، من قطعا جاودانم. همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید. گر ایدون که از چنگ این اژدها، بریدم پی و پوست یابم رها. نه کهتر نه برتر منش مهتران، نبینند نیزم به مازندران. دیو سپیدم از اون ور میگه که اگه دست این اژدهایی که اومده داره منو میکشه جون سالم به در ببرم، دیگه هیچ کس رنگ من رو اینجا نمیبینه. اینها با هم دیگه درگیر میشن و جنگشون هم بالا میگیره. در بین این درگیری ها بالاخره رستم میتونه این دیو سپید رو بلند کنه، بزنه زمین و با خنجر جگرگاهش رو ببره. بعد از اینکه دیو سپید با این حرکت کشته میشه، رستم جگر دیو سپید رو در میاره و برمیگرده که بره سراغ کاووس. وقتی میاد بیرون اولاد رو میبینه و اولاد رو باز میکنه و اولاد میفهمه که دیو سپید شکست خورده، به رستم میگه که ببین یادت نره چه قولی به من دادی. من بدون اینکه پیمان شکنی کنم همه راه رو به تو نشون دادم و قرارمون بر این بود که تو مازندران رو بدی به من. وقتی این حرف ها رو میزنه، رستم میگه باشه، من کاووس رو که دیدم باهاش صحبت میکنم و کمک میکنم که تو به پادشاهی مازندران برسی. برمیگرده میاد به کاووس که میرسه تعریف میکنه چه اتفاقی افتاده. دریدم کمرگاه دیو سپید، ندارد به دو شاه از این پس امید. این رو میگه به
کاووس و خب از این خون جگر دیو سپید توی چشمهای کاووس میمالن. اون بیناییش رو به دست میاره و تازه آغاز درگیری کاووس با شاه مازندران. 7 خان رستم تموم شده و قرار یک جنگی در بگیره بین اینها. توی قدم اول کاووس میاد یک نامه مینویسه به شاه مازندران. میگه که ببین تو دیدی که دیو سپید کشته شد، ارزنگ کشته شد، همه اینها از بین رفتن و من با سپاهم الان آزادم. بیا تو در اختیار من باش، به من باج بده سالانه و من اجازه میدم پادشاه مازندران بمونی، نیازی نیست با هم بجنگی. نامه رو هم میده دست یکی از پهلوانهای سپاهش به اسم فرهاد، یک جوانی بوده. میگه این نامه رو ببر به بارگاه مازندران، ببر به بارگاه شاه مازندران. وقتی که فرهاد میرسه به بارگاه پادشاه مازندران و پادشاه مازندران خبردار میشه که دیو سپید مرده و همه چیز از بین رفته و از دست رفته، اول خیلی ناراحت میشه، خیلی هم عصبانی بوده، بدون هیچ لبخند و حال خوشی میاد به استقبال فرهاد. وقتی که هم اون رو میبینه باهاش دست میده و دست این رو انقدر فشار میده که انگار میخواسته استخونهای فرهاد رو بشکنه، اما اون چیزی به روی خودش نمیاره. نامه رو هم میده به دست پادشاه مازندران. پادشاه مازندران بعد از گریه کردن برای دیوهایی که کشته شدن خیلی ناراحته، اما جوابی که میده خیلی جواب سفت و سختیه. مرا پایگه زانتو برتر است، هزاران هزارم فزون لشکر است. زهر سو که دارند زی جنگ روی، نماند به سنگ اندرون رنگ و بوی. رسما به فرهاد میگه که برو به کاووس بگو که هزاران هزار برابر از تو من لشکر دارم، من فیل دارم تو نداری، من هنوز دیوها رو دارم که تو نداری و خب من حاضر نیستم که باجگزار تو بشم. این سرزمین سالهاست در اختیار منه، مال منه و من حاضر نیستم این سرزمین رو به تو بدم. فرهاد نامه رو میاره پیش کاووس. وقتی کاووس نامه رو میخونه خیلی عصبانی میشه و تصمیم میگیره که یک نامه تند و تیزتری بنویسه برای شاه مازندران و البته نامه رو بده رستم ببره. یک نامه تند و تیزی مینویسه و میگه که ببین اگه با من صلح نکنی من میام و خاک مازندران رو به توبره میکشم، هیچ کدومتون رو زنده نمیذارم، همه چیز رو از بین میبرم. و این نامه رو هم تا میکنه میده دست رستم، میگه تو این نامه رو ببر. نامه رو میبره رستم و وقتی که میرسه خبر میارم برای شاه مازندران که بیا یک یلی که اصلا اسبش اندازه فیل خیلی عجیب غریبه داره میاد و یک نامه ای از کاووس آورده. خب شاه مازندران هم نمیخواسته کم بیاره دیگه، میگه چیکار کنم؟ بسازید دیو میواش میگه که شما برید جلو، بذارید این سوار که میاد اول شما رو ببینه، یه ذره بترسه. اینا که میان رستم تو نگاه اول که اینا رو میبینه یک درختی رو از زمین میکشه، مثل یه نیزه این رو تراش میده، پرت میکنه جلو پای اینها، توی زمین فرو میره. دیوا میترسن، خیلی میترسن، نمیدونم چه اصطلاح دیگه ای باید به کار ببرم، خیلی میترسن و اصلا نمیدونستن که این کیه چیه. یک پهلوانی در دربار شاه مازندران بوده به اسم کلاهور، سواری که نامش کلاهور بود که مازندران زو پر از شور بود، به سان پلنگ ژیان بود به خوی، نکردی جز از جنگ هیچ آرزویی. خیلی جنگجو بوده، کلا دنبال دردسر بوده، خیلی هم گنده مونده بوده. شاه مازندران بهش میگه که تو برو نامه رو از این بگیر، بسنج ببینین کیه چیه چی کار است. این میاد و خب طبق همون رسم دست میدن. اول که این کلاهور دست رستم فشار میده، دست رستم کبود میشه ولی میخنده. رستم دست این آقا رو فشار میده و از شدت فشار دست رستم ناخونای این میریزه و گوشتش از استخوان جدا میشه. با همون دست زخمی میاد پیش شاه مازندران و میگه ببین اگه اینا جنگجوهاشون این شکلی هن بیخیال جنگ شو، مازندران رو بده بره، این تو دست منو نابود که اصلا اینا قابل جنگیدن نیستن، نکن این کار رو نکن. شاه مازندران ناراحت میشه اما خب رستم رو میپذیره، میاد و نامه رو میگیره و میگه که تو رستمی؟ رستم میگه که نه من رستم نیستم، من اصلا کنار رستم هیچی نیستم. یعنی عملا داشته چند برابر میترسوندتش دیگه. شاه مازندران هم نامه رو میخونه و در نهایت به رستم میگه که برو بگو ما میجنگیم، ما باج به کسی نمیدیم و اگر قرار جنگ اتفاق بیفته بذار بیفته. رستم بعد از این ملاقات خیلی عصبانی برمیگرده دربار کاووس، یعنی جایی که در حقیقت کاووس بوده. میگه که ببینین
این کاره نیست، این اهل جنگ، اصلا صلح نمیکنه و خیلی هم آدم بدقلق و بیخودیه، بیا بریم باش بجنگیم. لشکر رو آماده کنید. سپاه ایران آماده میشه و جنگ شروع میشه. بفرمود تا رستم زال زر، نخستین بدان کین ببندد کمر. به توس و به گودرز گشوادگان، به گیو و به گرگین و آزادگان. میگه که همه اینا حاضر شدن برای اینکه برن به جنگ. اگر یادتون باشه توی یک ویدیوهای قبلی من راجع به جای قرار گرفتن نیروها در سپاه در گذشته بهتون گفتم. یک راست سپاه بوده، یک چپ، یک قلبگاه و یک پیش. حالا اینجا توضیح داره میده فردوسی که سپاه ایران چجوری حاضر میشه. ابر میمنه توس نوذر به پای، دل کوه پر ناله کرنای. میگه در سمت راست سپاه توس ایستاده. چو گودرز گشواد بر میسره، شده کوه آهن زمین یک سره. گودرز رفته سمت چپ سپاه وایساده. جهاندار کاووس در قلبگاه، زهر سورده برکشیده سپاه. کاووس در قلب سپاه، در مرکز سپاه ایستاده. به پیش سپاه اندرون پیلتن، که در جنگ هرگز ندیدی شکن. میگه جلوی سپاه هم خب خیلی مشخصه که رستم ایستاده. یکی نامداری ز مازندران، به گردن برآورده گرز گران. که جویان بودش نام و جوینده بود، گراینده گرز و گوینده بود. میگه این سپاه ها به هم میرسن. اساسا هم جنگ این شکلی بوده که اولش یکی از این سپاه کری میخوندن، رجز میخوندن، میومدن جلو با هم دیگه میجنگیدن و بعد جنگ اصلی در میگرفته. یک جویان نامی از سپاه مازندران میاد جلو، خیلی گنده بوده، خیلی جنگجو بوده. وقتی که میرسه میگه که کی از سپاه ایران میاد با من بجنگه و هیچ کس از سپاه ایران داوطلب نمیشه. کاووس میبینه که اداره بد میشه، هیچکی داوطلب نیست. به رستم میگه که ببین کار خودته، فقط تو از پس این برمیای، برو و این رو بکش. رستم هم میگه که باشه، سوار اسبش میشه، میاد جلو و توی اولین قدم وقتی روبرو میشه، توی اون لحظات اولی که اینها میخوان شروع کنن جنگ و رجز خوندناشون رو برای هم کردن و رستم گفته من کاری میکنم که از این به بعد مادرت برات گریه بکنه. و توی همین حرفهایی که زدن رستم این نیزه رو در میاره، فرو میکنه وسط شکم این جویان، این لباس آهنی و همه چی رو پاره میکنه و بعد با این نیزه اون رو از روی اسب بلند میکنه. شما ببینید چه زوری داره که این رو فرو کرده و این رو بلند میکنه. با مرگ جویان سپاه مازندران خیلی میترسن، میبینن که با کیا طرفن و جنگ بین اینها شروع میشه. 1 هفته جنگ طول میکشه و جنگی نیست که به ظاهر بخواد تموم بشه. از هر دو سپاه آدم داره کشته میشه، دیوها هستن، فیلها هستن، خیلی جنگ وحشتناکیه. رستم همون وسط داره همین جوری چپ و راست آدم میکشه، اصلا یه وضعیت بدیه. روز 8 دیگه بریده کاووس میره پیش خدا راز و نیاز میکنه، میگه که خیلی وضعیت بده، تو کمک من بکن، تو کاری بکن که به یک نتیجه‌ای برسه، جنگ خیلی شدیده. همینطور که جنگ ادامه داره رستم بالاخره میرسه روبروی پادشاه مازندران و جنگ اینها تن به تن میشه. رستم طبق معمول اون نیزه رو در میاره که فرو کنه توی بدن شاه مازندران و با همون روشی که جویان رو کشت شاه مازندران رو هم بکشه. اما از اونجایی که شاه مازندران جادو بلد بوده، در جا به یک سنگ بزرگ تبدیل میشه و خب رستم نمیتونه هیچ کاری بکنه. کاووس و بقیه میان میگن چی شد؟ میگه آره این جادو میدونست، من وقتی اومدم بکشمش تبدیل به این سنگ شد و من دیگه هیچ کاری نمیتونستم بکنم، همونجوری سنگم مونده. هر کس سعی میکنه این سنگ رو بلند کنه دستش به جایی بند نیست. خود رستم در نهایت سنگ رو بلند میکنه، میاره جلوی خیمگاه کاووس و بلند به سنگ میگه که ببین یا به آدم تبدیل شو، برگرد به چیزی که بودی و جادو رو باطل بکن، یا اینکه من این سنگ رو ریز ریز میکنم و تو دیگه دستت به هیچ جا بند نیست. بعد از این حرف اون سنگ دوباره تبدیل میشه به شاه مازندران. کاووس دستور میده که بکشیدش، تکه تکش کنید و هیچ چیز ازش باقی نذارید. جنگ در ادامه مرگ شاه مازندران یکم ادامه پیدا میکنه، اما خب دیگه اون سپاه اون همه امیدشون رو از دست دادن، دیوهای زیادی کشته میشن، بقیه فرار میکنن و خب توی شهر هم هر کسی که زنده مونده بوده رو میکشن.
بعد از این اتفاق دیگه 7 روز خدا رو ستایش میکنن، 8م یک جشنی برپا میکنن، جنگ تموم شده، مازندران رو گرفتن و همه چیز آماده است که برگردن ایران. اما قبل از اینکه این برگشت شروع بشه، رستم میاد به کاووس میگه که ببین هر کاری که من تونستم بکنم از کشتن دیو سفید تا پیدا کردن تو، آزاد کردنت، وابسته به لطفی بوده که اولاد به من کرده و من بهش قول دادم که پادشاهی مازندران رو بهش بدم. خب وقتی که این حرفها رو میزنه، کاووس حرفی نداشته، این همه کمک کرده بوده، در نهایت پادشاهی مازندران رو میسپره به اولاد و برمیگردن به ایران زمین. چو کاووس در شهر ایران رسید، ز گرد سپه شد هوا ناپدید. برآمد همی تاب خورشید جوش، زن و مرد شد پیش او با خروش. همه شهر ایران بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. جهان سر به سر نو شد از شاه نو، از ایران برآمد یکی ماه نو. چو بر تخت بنشست پیروز و شاد، در گنج‌های کهن برگشاد. ز هر جای روزی دهان را بخواند، به دیوان دینار دادن نشان. میگه که وقتی اومد در گنج ها رو باز کرد، به مردم طلا داد، به سپاهیانش طلا داد و جشن پیروزیشون رو برگزار کردن. داستان 7 خان رستم بخشی از لشکرکشی کاووس به مازندران و جنگ مازندران بود. ما احتمالاً همیشه اون وسط رو دیده بودیم یا شنیده بودیم. من امروز سعی کردم از اول تا آخرش رو بگم تا جایی که کاووس دوباره به ایران برمیگرده و به تخت پادشاهی میشینه. داستان برای من داستان جالبی بود، به خاطر اینکه هیچ جوره نمیتونستم هضمش بکنم. مردم مازندران داشتن زندگیشون رو میکردن، شاه مازندران داشت زندگیش رو میکرد. یک پادشاهی تصمیم گرفت لشکر بکشه اونجا، آدمها رو بکشه، سرزمینها رو نابود بکنه و بعد برگرده به سرزمین خودش. و کاووس دقیقاً از اون پادشاها بود. بیشتر از این حرفی ندارم راجع به این ماجرا بزنم، اما در مورد اینکه کاووس چندان آدم محبوب و چندان آدم باهوشی نبوده، بعدها باز هم براتون داستان دارم. پس حتما همراه قصه گو باشید، همراه من و شادی و امین باشید، چون میایم سراغتون با قصه های بهتر. ممنون که تا اینجا با ما بودید و امیدوارم که همیشه شاد باشید.